یعنی از هر نوع سحر و طلسم و جادو و جنبلی چشم زخم قوی تره. سحر و جادو و طلسم ممکنه تأثیرگذار باشه، تأثیرش کم و زیاد هست، اما چشم زخم اینطور نیست، به یک بار همه چیز خراب میشه. اگر زن و شوهری که عاشق و معشوق با هزار زحمت و سختی از پس مشکلات بر اومدن، از موانع عبور کردن، یک زندگی عاشقانه درست کردن، اما الان به یه جایی رسیدن که 4 کلمه حرف نمیتونن با هم بزنن. یعنی دائما تنش، شر و بحث، بگو مگو، متنفرن، اصلا به هیچی فکر نمیکنن الا جدایی الا طلاق، و نمیدونن منشأ این تنفر ناگهانی که یهو همه چیز خراب شد چیه، از کجاست. و تو نمیدونی که کافیه یه نفر وارد زندگیت بشه، بعد اون رابطه عاشقانه تو رو ببینه، اون زندگی تو رو ببینه، نه از روی حسادت، نه از روی دشمنی، ناخواسته یه آهی بکشه و بگه خوش به حالشون، چه زندگی دارن، چه زن و شوهری، چه رابطه‌ای، و تمام یک باره همه چیز خراب میشه. چشم زخمی که از قدیم گفتن سنگ رو میترکونه و شتر رو در دیگ و مرد تنومند رو زیر خاک میکنه، تو تمام ادیان و باورها بهش اعتقاد دارن و وجود داره و هست و تأثیرش آنیه. یعنی از هر نوع سحر و طلسم و جادو و جنبلی چشم زخم قوی تره. سحر و جادو و طلسم ممکنه تأثیرگذار باشه، تأثیرش کم و زیاد هست، اما چشم زخم اینطور نیست، به یک بار همه چیز خراب میشه. اگر فکر میکنی درگیر همچین مشکلی هستی، به یک بار رابطه عاشقانت خراب شد، شغلت رو از دست دادی، کارت رو از دست دادی و نمیتونی درستش کنی، عبارت چشم زخم رو توی دایرکت برای من ارسال کن تا از بررسی و راهکار قدم به قدم تا انتها همراهتون هستم. یا علی مدد، التماس دعا.